بعضیا روزه میگیرن فقط غذا و آب نمیخورن ولی چیزای دیگه راحت میخورن. حق مردم رو میخورن، رشوت میخورن، آبروی مردم رو میریزن به گلاس، سر میکشن تمونده آبروی طرف رو میریزن به جو. یعنی هر کاری میکنن فقط نشون به این نشون که غذا و آب نمیخورن. جان برار همون رو هم بخور، خدا رو که نمیشه بازی داد. با آمدن ماه مبارک رمضان جنب و جوش خاصی بین مردم مشاهده میشه. ما هم امروز آمدیم به سطح شهر تا ببینیم که مردم چی آمادگی هایی برای این ماه دارن. با ما باشید. سلام. سلام علیکم. سوال امروز ما اینه که آیا شما آمادگی ماه مبارک رمضان رو گرفتین؟ بله شکر خدا ما 100% آمادگی ماه مبارک رمضان رو گرفتیم. حتی شاید باور شما نشه ما از یک ماه قبل هی آمادگی ماه روزه میگیره. خب چی آمادگی هایی گرفتین؟ هم آمادگی ها رو بگرفتیم. همین تا آمادگی گرفتیم که شکر خدا عمل به تعم بریم و در اینجا سوزن نیه. یک 200 بوجی برنج، یک 200 تیم روغن و 400 بوجی آرد و 100 بوجی هم شکر احتکار کردیم قبل از روزه که به خیر خوشی به این ماه پربرکت خوب به ملت بفروشیم. یعنی شما مواد غذایی رو احتکار کردین که ماه مبارک رمضان به مردم بفروشین؟ دیگه برکت ماه مبارک رمضان به همینه دیگه. همین پیش پاشم همه بالا میکشیدم. چی بالا میکشیدین؟ به ماه روزه چی بالا میکشن دیگه؟ نمیفهم. بینی خور؟ بینی چیه؟ نرخوار. این نرخوار بالا میکشیدم. آها. بینید که هر وقت دیگه هم میتونی بالا بکشی ولی نرخوار همیشه نمیتونی بالا بکشی مگر از این ماه روزه تا ما روزه دیگه صبر کنی تا این ماه پربرکت فرا برسه و بعد بالا بکشی. من همین پیش پاشو ماه بالا میکشیدم. یعنی چقدر نرخوار بالا کشیدین حالا؟ خیلی که نه، فقط نرخ عمه خدا بیامرز خور بگذیشون برو برنجا و نرخ شو عمه خدا نیامرز خورم بگذیشون برو قیمت روغنا. حالا همه چوت میزدم که نرخ کدو خدا بیامرز رو بگذارم برو قیمت آردا. خداوند روزه شما رو قبول داشته باشه. الله به خدمت باشین. تشکر. بری. سلام. و علیکم. شما ماه مبارک رمضان رو چی رو هم شروع کردین؟ ماه مبارک رمضان الان روزه شده. یعنی خبر ندارین شما؟ برادر همین 2 هفته پیش عید روزه بود، باز اشته دوباره ماه روزه شده. چی حاله به کشور؟ 2 هفته پیش عید روزه بود؟ نه برو پارسال بود، 11 ماه پیش. 2 هفته پیش نبود. خب بیخی همین 2 هفته پیش اگه عید روزه نبود جمعه که بود. اصلا این چی معنی میده که هر سال ما روزه میشه؟ چرا مسئولین رسیدگی نمیکنن؟ پس اینا چی به درد میخورن دیگه؟ نمیتونن جلو این تحریر بگیرن، نمیتونن جلو ما روزه رو بگیرن. خب چی به درد میخورن دیگه؟ استعفا بدن برن برات کار. خوب والله سلام. گزارش امروز ما در رابطه با ماه مبارک رمضان، به نظر شما چه روزه میگیریم؟ خب واضحه دیگه، روزه میگیریم که از حال فقرا با خبر شیم. آفرین. شما حالک روزه دارین؟ بله. یعنی حالک شما از حال فقرا با خبر شدین؟ بله با خبر شدم. خیلی زندگی سختی دارن این فقرا، یعنی دلم با حال از اینا کبابه. بله متاسفانه زندگی خیلی سختی دارن فقرا. تو تصور کن که فقیرای بیچاره سال به 12 ماه هر شب ساعت 2 بجه بیدار میشن، بعد تا ساعت 4 بجه صبح مجبورن بخورن برنج، کباب، پلو، سرقم خورشت، 1 لیتر نوشابه و 3 تا انرژی درینک میخورن تا آذان صبح. بعد از آذان صبح دیگه بیچاره تا شام هیچ چی نمیخورن. بعد دم آذان شام که میشه با سفره خی بدبختا میندازن دیگه، جلبی و فرینی و آش و حلوا و کباب و برنج و قرمه میخورن. بعد از هم 3 فلاکس چای میخورن. بعد از هم دیگه باز 1 دانه این دانه 8 کیلویی بهم 4 نفر میزنن برک. یعنی خیلی زندگی سختی دارن، خیلی. تو تصور کن که شکم از این فقیرای بیچاره چقدر باد میکنه، خیلی سخته. سلام. گزارشم مرگ سلام، خاک سلام، درد سلام. بله چیکاره مکه؟ مرگ بله، خاک بله. تو نمیبینی من دهن به روزی خودم هفتهش میکنی؟ برار مکه لا حول بلا. باز گپ زد بگیرم همین کامریتور به حلق تو دیرو کنم. تو خجالت نمیکشی برای یک آدم دهن به روزی میگی سلام؟ بگیرم همین کامریتور به دهن تو دیرو کنم. برار نمیتونی نگیر مکه. نه مثل که تو به گپ نمیفهمی. نه